چرا کال آف دیوتی موبایل را انتخاب کردم؟ سلام به همه دوستای خوبم. قبل از اینکه وارد داستان بشیم چند نکته مهم هست که میخوام باهاتون در میان بگذارم. اول از همه یک عذرخواهی کوچیک دارم ازتون. ممکنه بعضی کلمات رو توی این ویدیو اشتباه تلفظ کنم یا شاید گاهی جمله هام یه مقدار متفاوت از گفتار روزمره باشه. دلیلش اینه که این داستان با کمک هوش مصنوعی ساخته شده. البته با الهام از واقعیت زندگی من فقط خواستم اون چیزی رو که توی قلبم بوده به بهترین شکل ممکن با شما شریک بسازم. این داستان فقط یک روایت تخیلی نیست، بلکه برگرفته از لحظات واقعی زندگی منه. لحظاتی که توش با سختی‌ها جنگیدم، تنها بودم و در نهایت یک راه پیدا کردم که خودم رو دوباره بسازم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کانال از من حمایت کنین. همین حمایت‌های کوچک شما باعث میشه که بتونم داستان‌های بیشتری براتون بیارم، با کیفیت بهتر و انرژی بیشتر. و حالا بریم سراغ اصل داستان. بگذار از اول شروع کنم. نه از آن وقتی که کال آف دیوتی موبایل نصب کردم، نه، از خیلی قبلتر. از وقتی که واقعاً به بازی نیاز داشتم، نه فقط برای سرگرمی، بلکه برای زنده ماندن. سالها پیش من توی دنیایی زندگی می کردم که هیچ چیز واقعی به نظر نمی رسید. زندگی یک نواخت شده بود، روزها تکراری و شبها خالی. نه دوستی که بفهمد، نه حسی که تو رو نگه دارد. فقط من بودم. دیوارهای سرد اتاق و گوشیم که مثل یک پنجره کوچک به دنیای دیگر باز می شد. اولین بار کال آف دیوتی موبایل را وقتی دیدم که توی یوتیوب دنبال ویدیویی برای فرار از افکارم بودم. ثامنیل یک ویدیو چشمم را گرفت. سربازی تنها، در وسط میدان نبرد، دود و آتش پشت سرش و سکوت قبل از انفجار. کنجکاو شدم. زدم روی ویدیو. 3 دقیقه بعد بازی را دانلود کرده بودم. بیان که بفهمم دارم وارد جایی میشم که دیگر هیچ وقت نمیخواهم از آن بیرون بیایم. اولین بار که وارد لابی شدم، حس کردم در یک دنیای واقعی هستم. مثل این بود که یک کلاخود نامرئی روی سرم بگذارم و به دنیای دیگری پرتاب شوم. صدای سلاح‌ها، نفس‌های سنگین، صدای پوتین‌هایی که روی شن‌های خشت کشیده میشد، هیچ چیز مصنوعی نبود. هر قطره از این بازی انگار بخشی از واقعیتی بود که دلم میخواست تجربهش کنم. اولین مسابقه‌ام را باختیم. نه، بهتره بگم نابود شدیم. من نمیفهمیدم چی کار باید بکنم. تیر میخوردم، میمردم، ریسپون میشدم، باز میمردم. ولی چیزی در من شکست نخورد. برعکس، انگار چیزی در من روشن شد. یه صدای قدیمی، یه حسی که سالها خوابیده بود، بیدار شد. بعدش شروع کردم به تمرین. روز، شب، وسط کار، حتی بین خواب بیدار می شدم و بازی می کردم. اسم بازیکنهایی که منو می کشتند یادم می موند. می رفتم توی ریپلی، می دیدم چه کار کردن. ازشون یاد می گرفتم. نقشه ها رو حفظم شد. مسیرهای فرار، نقطه های کمین، زوایای دید، همشون مثل بخشی از حافظه هم شده بودن. اما کال آف دیوتی فقط یه بازی تیراندازی نبود. این یه میدون بود. یه مکان واقعی برای دوست پیدا کردن، برای اعتماد، برای ساختن یک تیم. من آدمی بودم که توی زندگی واقعی اعتماد نمی کردم. ولی اینجا یه دوست پیدا کردم به اسم رضا سنایپر. یه شب وسط یه مسابقه بیار، وقتی تنها مونده بودم و همه مرده بودن، اون برگشت، جونمو ریوایو کرد و گفت با هم تمومش میکنیم. همون شب فهمیدم این بازی فقط درباره باردن و کشتن نیست، درباره رفاقته. هفته ها گذشت. من بهتر شدم. دیگه یه بازیکن ساده نبودم. حالا کپتین بودم. لیدر یک سکواد. هر شب با تیمم بازی میکردم. استراتژی میریختیم، تمرین میکردیم، با هم دعوا میکردیم، میخندیدیم. حتی شبهای عزاداری فقط توی لابی جمع میشدیم. بدون بازی. فقط حرف میزدیم. کال آف دیوتی تبدیل شد به خونمون. بیرون از بازی، زندگی هنوز سخت بود. کارم خسته کننده، آدمها دور، امید کم. اما کال آف دیوتی موبایل یه تکه از نجات بود. هر بار که گوشی را روشن می کردم و وارد بازی می شدم، انگار یه ماسک می زدم.
میرفتم توی دنیایی که خودم انتخابش کرده بودم. دنیایی که هر بار زمین میخورم میتونستم بلند شم. دنیایی که ارزش جنگیدن داشت. میپرسی چرا Call of Duty موبایل؟ چون توی بدترین لحظه های زندگیم به من قدرت جنگیدن داد. چون نشونم داد که حتی وسط دود و آتش میتونی یه هم تیمی داشته باشی که از پشتت مراقبت کنه. چون به من یاد داد که حتی وقتی شکست میخوری هنوز میتونی دکمه Play Again رو بزنی و از نو شروع کنی. Call of Duty موبایل فقط یه بازی نیست. این داستان زندگی من بود. با خشاب‌های خالی، قلبی پر از امید و انگشتی روی دکمه شلیک. و حالا که دارم اینو برای یوتیوب ضبط میکنم، میخوام بدونید. اگه روزی احساس کردی که گم شدی، که چیزی برای جنگیدن نداری، شاید وقتش گوشیتو برداری، وارد Call of Duty بشی و خودت رو پیدا کنی. خب، این هم داستان من بود. داستانی که شاید شبیه بازی به نظر بیاد، اما برای من خیلی بیشتر از یه بازی بود. Call of Duty موبایل فقط یک سرگرمی نبود، بلکه یه راه نجات، یه پل بود بین من و دنیایی که گمش کرده بودم. اگه تا اینجای ویدیو با من بودی، از ته قلبم ازت تشکر میکنم. تو فقط یک بیننده نیستی، تو شاهد بخش مهمی از زندگی من بودی. اگه این داستان برات جالب بود یا حس کردی یه جایی از اون باهات حرف زد، خوشحال میشم لایک کنی، نظرت رو بنویسی و کانال رو سابسکرایب کنی. با همین کارهای ساده به هم انگیزه میدی که ادامه بدم و داستانهای بیشتری بسازم. از دل زندگی برای تو. تا ویدیوی بعدی. مراقب خودت باش و یادت نره. گاهی حتی یک بازی میتونه زندگی رو تغییر بده. پایان.